تا حالا مراحل ساخته شدن هنگ درامو دیدی؟ بیا بریم با هم بسازیمش. اولین مرحلهش اینه که این تبدیل میشه به این. بعد از اینکه ورق رو تبدیل به کاسه کردیم، به نسبت اون اسکیلی که میخوایم بسازیم چیدمان نوتمون رو انجام میدیم. توی این مرحله خیلی مهمه که استانداردها رعایت بشه و تمام موارد مهم توی این مرحله اجرا بشه. از خطکشی نوت‌ها نوبت میرسه پرس کردن نوت و ساختار اصلی نوت‌ها. این مرحله یکی از جذاب‌ترین مرحله‌ها از نظر خودمه. اگه توی این مرحله استانداردها رعایت نشه، توی مرحله‌های بعدی دچار مشکل میشیم. میرسیم به مرحله چکش زدن. توی این مرحله شکل اصلی ساز در میاد و میریم برای مرحله آتش بازی. بعد از اینکه سازمون پخته شد و اون چیزی که می‌خواستیم در اومد، میریم برای مرحله جذاب تیون. اینجا 3 تا 4 مرتبه سازو تیون می‌کنیم. دیدی چقدر سخت بود؟ ولی تو میتونی به راحتی یه ساز با کیفیت با گارانتی 2 ساله رو از ما تهیه بکنی. میگی چه جوری؟ هایلایت شروع رو نگاه بکن.